برادر محمد یک ویترین آینی جور میکرد، ویترین جور میکرد، در عین حال که چرخ میکرد اما چرخ آتش پران و چوب در گرفت. بالاخره بسیار کم بوده که اگر اول جلوگیری ازت میشد که یک دو تا از چیا استفاده میکردن زود خاموش میشد. علتش اینه که اونجا یک دو دکان اونجا فلزکاری میکرد، اونجا خورده فروشی بود، اونجا چی بود فهمیدم اون گلدنگ از اون چقید اونجا در گرفت، اونم در داده شد کلاگی شد. 1.5 ساعت دکان از داخل سرای این خب بیرون سرای داخل سرای کلا در گرفته.